سوره عصر یعنی زمان در مکه نازل شده است و از 3 آیت عبارت است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشاینده و مهربان. والعصر إن الإنسان لفی خسر. الله سوگند یاد میکند به زمان، به تحقیق که آدمی در زیان کاری است، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. غیر آنهایی که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند و یکدیگر را به حق دعوت کردند و یکدیگر را به صبر وصیت نمودند. سوره عصر یعنی زمان در مکه نازل شده است و از 3 آیت عبارت است.